سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به اولین ویدیو چنل من خوش اومدید. تو این ویدیو قراره که بهتون اصول و روش‌های پایه بافتنی رو آموزش بدم. پس اگه دوست دارین بافتنی رو از صفر شروع کنید با من همراه باشین. بریم که شروع کنیم. ما در بافتنی به 2 وسیله نیاز داریم. یکی قلاب به شماره 0 و کانوایی به این ضخامت نیاز داریم. اولین چیز در بافتنی زنجیره زدنه. برای شروع زنجیره ما قلاب رو در دست راست و کانوا رو در دست چپ قرار میدیم. زنجیره زدن نیاز به یک حلقه اولیه داره. برای ایجاد حلقه ما کانوا رو به صورت گره زدن در میاریم. دقت کنید. من با 2 انگشتم سر کانوا رو نگه داشتم. انگار دارم این نخ رو گره میزنم. نگاه کنید، من کامل از حلقه نخ رو بیرون نمیارم. با این 2 انگشت که گرفتم یک حلقه ایجاد میکنم. بعد از اون قلاب رو از این حلقه عبور میدیم و نخ رو میکشیم تا حلقه کور بشه. به این صورت. خب ما حلقه اولیه رو ایجاد کردیم. کانوا رو دور انگشت اشاره میپیچونیم. به این صورت با این 2 انگشت سر نخ رو نگه میداریم و بریم که زنجیره زدن رو یاد بگیریم. برای زنجیره زدن ما باید قلاب رو از زیر کانوا عبور بدیم. کانوا رو به وسیله سر قلاب بگیریم و از این حلقه بیرون بیاریم. به این صورت. دوباره این کار رو انجام بدیم. قلاب رو از زیر کانوا عبور میدیم. کانوا رو میگیریم. تو حلقه بیرون میاریم. سومین زنجیره. چهارمین زنجیره. نگاه کنید زنجیره هامونو قشنگ قابل شمارش هستن. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 زنجیره ما زدیم. همین کار رو ادامه بدیم تا دستتون روون بشه. خب بافت بعدی که قراره با هم دیگه یاد بگیریم پایه کوتاه هستش. در عروسک بافی بیشترین بافتی که به کار میره همین پایه کوتاه هستش. پس با دقت این بافت رو یاد بگیریم. برای این بافت باز ما کانوا رو دور انگشت میپیچونیم. بریم که شروع کنیم. برای این بافت ما باید قلاب رو از داخل زنجیره عبور بدیم. بعد کانوا رو بگیریم. از زنجیره بیرون بیاریم. ما روی قلاب 2 حلقه داریم. بعد از اون باز کانوا رو میگیریم و از این 2 حلقه عبور میدیم. این شد پایه کوتاه. بریم دوباره ببافیم. اولین مرحله، دومین مرحله، 2 حلقه ایجاد شد. سومین مرحله و آخرین مرحله. باز ببافیم. بریم خونه بعدی. قلاب رو از داخل زنجیره عبور میدیم. کانوا رو میگیریم. از زنجیره بیرون میاریم. باز کانوا رو میگیریم و از این 2 حلقه بیرون میاریم. به همین صورت تا آخر کار ادامه بدین.
این از پایه کوتاه‌های ما. خب ما پایه کوتاه رو با هم دیگه یاد گرفتیم، تمرین کردیم و دستمون روون شد. بریم اصطلاحات عروسک بافی رو با هم یاد بگیریم. در عروسک بافی یک اصطلاح به اسم افزایش یا دو پایه داریم، یعنی ما داخل هر زنجیره باید دو پایه کوتاه ببافیم. به این صورت دقت کنید، من داخل اولین زنجیره میشم، پایه کوتاه رو میبافم، این شد اولین پایه کوتاه. باز دوباره داخل همون زنجیره یه پایه کوتاه دیگه میبافم، این شد دومین پایه کوتاه ما. به این کار میگن افزایش یا دو پایه. باز دوباره تو خونه بعدی دو پایه ببافیم، پایه کوتاه، یکی پایه کوتاه و دو تا پایه کوتاه. به این صورت، به این کار میگن افزایش. باز تو خونه بعدی یکی پایه کوتاه و دومین پایه کوتاه. داخل بافتم قشنگ مشخص هست افزایش و دو پایه چجوری هستش. نگاه کنید. خب به این صورت ما دو پایه ها رو میبافیم. یک اصطلاح بعدی که بهش میگن تک پایه، یعنی داخل هر زنجیره ما یکی پایه کوتاه ببافیم. به این صورت یکی پایه کوتاه. پس این شد تک پایه. بریم خونه بعدی با هم دیگه دو پایه ببافیم، یک و دو، این شد دو پایه یا افزایش. خونه بعدی تک پایه، تک پایه یعنی یه پایه کوتاه. خونه بعدی باز افزایش داشته باشیم، یعنی دو پایه ببافیم، یک، دو پایه کوتاه. خونه بعدی تک پایه. پس ما تو این قسمت افزایش و تک پایه رو یاد گرفتیم. افزایش رو همون دو پایه و تک پایه به این صورت. خب بریم اصطلاح بعدی به اسم ساده بافی رو با هم دیگه یاد بگیریم. ساده بافی یعنی که من داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافم، مثل همون تک پایه هست. وقتی که میگن این رشت ساده بافی داریم، یعنی همه زنجیره ها رو باید به صورت تک پایه پایه کوتاه ببافیم. دقت کنید، من این رشت ساده بافی دارم، یکی زنجیره، میام خونه بعدی یک پایه کوتاه، خونه بعدی بازم یک پایه کوتاه، خونه بعدی و به همین صورت تا آخر ما در داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه میزنیم که به این رج میگن ساده بافی. خب من ساده بافی رو تا آخر رج انجام دادم و این رج رو کامل ساده بافتم، یعنی فقط پایه کوتاه بافتم. قشنگ تو تصویرم مشخص هست. خب بریم رج بعدی رو با کور کردن ادامه بدیم. کور کردن هم یکی از اصطلاحات عروسک بافی هست. برای کور کردن یا کاهش بهش میگن. برای کور کردن ما داخل زنجیره اول میشیم، قلاب رو از زیر کانوا عبور میدیم، میگیریمش، میاریمش بیرون، دوباره میریم خونه کناری، کانوا رو میگیریم و میاریم بیرون. الان ما 3 تا حلقه روی قلاب داریم. کانوا رو که گرفتیم از هر 3 حلقه عبور میدیم. ما 2 تا خونه رو تبدیل به یک زنجیره کردیم. بریم دوباره خونه بعدی، اولین خونه و دومین خونه. کانوا رو میگیریم و از این 3 حلقه عبور میدیم. دومین کور کردن یا دومین کاهش ما. بریم سومین کاهش رو انجام بدیم. وارد خونه اول میشیم، کانوا رو میگیریم، میاریم بیرون،
وارد خونه دوم میشیم، کاموا رو میگیریم میاریم بیرون. 3 حلقه روی قلاب داریم، کاموا رو میگیریم و از این 3 حلقه عبور میدیم. اینم شد سومین کاهش ما. اگه دقت کنید وقتی که تا آخر باف که بافتیم قشنگ مشخصه که کار ما داره جمع میشه. کور کردن یا کاهش کارش همینه که کارمون رو کم کنه، یعنی تعداد زنجیرها رو کمتر کنه. تا آخر این باف کور کردن رو ادامه بدین. خب من تا آخر رج بافتم، کور کردم، دقت کنید کار ما جمع شد. این شد کور کردن. خب این از اصطلاحات عروسک بافی. یکی دیگه از اصطلاح عروسک بافی گرد بافی هستش که الان میریم با هم دیگه یادش میگیریم. خب برای گرد بافی هم ما به یک حلقه نیاز داریم. برای حلقه ما کاموا رو از روی انگشت عبور میدیم، دور میزنیم و به صورت ضربدر میاریم روی کار. با انگشت شست سر نخ رو نگه میداریم. قلاب رو از داخل این کاموا عبور میدیم، کاموا رو میگیریم میاریمش این سمت، یک زنجیره میزنیم، باز قلاب رو از این 2 نخ عبور میدیم، کاموا رو میگیریم میاریم بیرون، پای کوتاه میزنیم، بازم پای کوتاه، دومین پای کوتاه، سومین پای کوتاه. معمولا داخل این حلقه باید 6 پای کوتاه زده بشه برای گرد بافی. همینجور پای کوتاه بزنید تا به 6 عدد برسه. خب وقتی ما پای کوتاه رو زدیم این نخ رو میگیریم میکشیم تا گرد بشه به این صورت. بعدش نگاه کنید قلاب رو داخل اولین زنجیره میکنیم، میگیریم کاموا رو میاریم بیرون و یک پای کوتاه میزنیم. به این صورت حلقه ما هم ایجاد شد. الان میریم با هم روی این حلقه افزایش داشته باشیم. افزایش یعنی داخل هر زنجیره 2 پای کوتاه بافته بشه. دقت کنید داخل اولین زنجیره یک پای کوتاه میبافم تا بشه 2 پایه. میریم خونه بعدی بازم 2 پایه میبافیم، خونه بعدی 1 2. نگاه کنید 2 پایه هامونو قشنگ داخل تصویر مشخص هستش. خونه بعدی رو اولین پای کوتاه، دومین پای کوتاه، بازم خونه بعدی و تا آخر رج، یعنی تا اینجای کار. آخر رج یعنی میشه همون اول رج که شروع کردیم. 2 پایه میبافیم. خب من تا آخر رج 2 پایه بافتم. این شد رج دوم ما. این رج اول شد این و این رج دوم. ما رج اول حلقه زدیم، رج دوم افزایش داشتیم. بریم رج سوم که با هم ساده بافی داشته باشیم. برای شروع کار اولین زنجیره رو باید با پای کوتاه شروع کنیم. نگاه کنید این 2 پایه رو ما دیگه این رج که ساده بافی داریم باید تا آخر پای کوتاه ببافیم. یعنی داخل هر خونه ما 1 پای کوتاه باید داشته باشیم. این کارم تا آخر رج ادامه بدین. خب من ساده بافی رو تا آخر رج انجام دادم. رج اول، رج دوم و رج سوم که ساده بافی داشتیم. بچه برای اینکه سر رج رو گم نکنیم میتونیم یه نشونه بذاریم، یا اینکه پشت کار رو با خودکار علامت بزنیم، یا اینکه میتونیم همون سر کاموا رو از اینجا بیرون بیاریم.
تا اینکه اول کار رو گم نکنیم، سر رج رو. یعنی ما هر رج که تموم شد باید به بالای این برسیم. الان ما ساده بافیمون تموم شد، یعنی رج سوم تموم شد. بریم کور کردن رو ادامه بدیم. خب برای کور کردن گفتیم که ما وارد زنجیره اول میشیم، کاموا رو میگیریم بیرون میاریم، میریم خونه کناری، کاموا رو میگیریم بیرون میاریم. 2 تا خونه رو تبدیل به یه خونه میکنیم. به این میگن کور کردن. کور کردن رو هم تا آخر رج ادامه بدیم. خب من تا آخر رج کور کردن رو ادامه دادم. همینطور که مشخص هست بافت ما به صورت گرد در اومد. به این کار میگن گرد بافی و خب بعداً توی عروسک بافی باهاش آشنا میشیم بیشتر. خب این شد اصول و پایه بافتنی و عروسک بافی. امیدوارم که به خوبی متوجه شده باشین و تمرین و تکرار انجام بدین تا اینکه دستتون روون بشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارین اگه نظری دارین و سابسکرایب فراموشتون نشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.